آباد کرد، تعمیر کرد با عملهای صالح. البته برادرای عزیز، خانه قبر چطوری که دیده ایستاده ما و شما با رنگ و بار دنیا تعمیر نمی شود. چطوری که دیده ایستادیم نه چراغ دارد و نه تیریزه دارد و نه کرپه ملایم. این خانه قبر پیش از داخل شدنش خوشا به حال اما انسانی که آبادش میکند با عمل صالح، با نمازهای خواندگی، با ذکر و تسبیح، با خیرات و احسان انجام دادگیش این خانه قبرش آباد می شود. و ارضا ربه قبل ان یلقاه، خوشا به حال همان انسانی که پروردگار عالم از خودش راضی می کند پیش از آنی که با او روبرو شود، با او ملاقات کند، خدا را در این دنیا از خود راضی می کند. البته با چی می شود؟ با فرمان برداری. حضرت ابراهیم علیه السلام سوال کردند که لأی شیء اتخذک الله خلیلا، ای پیغمبر خدا چی سبب شد که خدای مهربان تو را دوست خودش خواند، خلیل خودش گرفت؟ چی سبب شد؟ چه عمل داشتی در زندگی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب گفتند که بی ثلاثه اشیاء، چی سبب شد؟ گفتند من در زندگانی که عمل دارم که خدا از من خوشش میبیاد و من خلیل خودش خواند. یکم اخترت امر الله تعالی علی امر غیری، من امر پروردگار و سفارش خدا را از امر مخلوق ها و غیر خدا بالا دانستم. وقتی که خدا من به کدام کار سفارش میداد، من امر خدا را اول میدانستم، مقدم میدانستم، بعد از انجام عبادت و فرمانبرداری خدا کاری دیگر را میکردم. بنابر میخواهیم که ما و شما را خدا دوست دارد، اول فرمان خدا را اجرا کنید. جوانای عزیز، امروز متاسفانه ما و شما وقتی که فرمان خدا صادر شد، امر الهی برای ما و شما آمد، بے پروایی میکنیم، زیرا که ترس مخلوق در دل ما و شما ضعیف شد، ترس خالق کم شد. کسی که از خدا میترسد انشاءالله همیشه فرمان برداری او را انجام میدهد. کسی که از مخلوق میترسد فرمان او را اجرا میکند. ترس خالق انسان به خالق نزدیک میکند، ترس مخلوق انسان از خالق دور میکند. بنابر انسان باید همیشه فرمان خدا را مقدم داند. به خاطر ان همین روزی که ما و شما دم آمده نیست، اما نامعلوم که کی و در کجا، باید همیشه آماده این مرگ باشیم. همیشه باید به خاطر آباد کردن خانه قبر، که القبر روضة من ریاض الجنه، قبر باغ از باغ جنت یا چقری از چقری های دوزخ است. ترسنده ها رسیده به کف گرز آتشین، صد زهر آب می شود از بنده حزین. گویند که ربیت کیست و رسولت کدام و دین، از کشتگاهی خیش چه آورده ای ببین. آن روز روی زردی تو رنگی دیگر شود. ای کسانی که به دنیا مغرور هستی، ای کسانی که به منصبتان مغرور هستی، وقتی که در داخل قبر داخل شدید، ملک الموت قبض روح شما را کرد و شما داخل قبر شدید، دو ملائکه برای سوال و جواب می بیاد. اما اون ملائکه ها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمود وقتی که بنده مومن از دنیا سفر کرد، ملائکه ها می گویند این انسان چی پیش از خودش فرستاد؟ اما انسان ها باشند چی می گویند؟ از خودش چی واپس گذاشت؟ آره، در داخل قبر سؤال منکر و نکیر چیست؟ و من ربک، رب تو کیست؟ رب تو کیست؟ ملائکه که هرگز ندیده بود، هرگز با او صحبت نکرده بود. حتی بزرگا حکایه میکنن نشانه سیاست پیدا کردن جسد بیجان انسان اثر آمده رفتن ملک الموت است. انسان وقتی که جان از بدن میبرد، دیگر ما و شما یک تن یک نفر در نزد اون ایستاده نمیتونیم. سیاست دارد، واهمه دارد، حیبت او ما را زیر میکند، اما دانه که این سیاست آمده رفتن ملک الموت است. وای به حال انسانی که با خود ملک الموت روبرو میشود، او چگونه واهمه زیر میکند، او چگونه ترس دارد. معالجه الملک الموت، این جانگیری ملک الموت عزرائیل، عذاب و درد و از ضربه 1000 شمشیر دیده و از بینتر است. انسان عاجز چگونه فقط میکند.
ملائکه میپرسن و من ربک، ای انسان رب تو کیست؟ مربی تو کیست؟ خالق تو کیست؟ انسانی که خدا رو شناخته باشد، فرمان خدا رو اجرا کرده باشد، در حال در جای ربی الله، ربی من الله هست. همان خدایی که زمین و آسمان آفرید، همان خدایی که من از دو قطره آب خلق کرد، همان خدایی که من رزق داد. اینقدر نعمتهای خدا برای ما و شما میتید، میخوریم، استفاده میبریم. در یک نعمت خوراکی میگن 4 نعمت دیگه وجود دارد. یکم نعمت استشمام که ما و شما بوی میکشیم، استشمام میکنیم. وقتی که بوی طعام در مشام ما و شما رسید، معده آماده قبول کردن میشود. دوم نعمت لذت در دهان که گذاشتیم، لذت او را حس میکنیم. سوم نعمت قوت، از غذای خوردگی قوت میگیریم. چهارم نعمت دفع زحمت، زحمت از ما و شما دور میشود. هر یک نعمت از ما و شما شکر طلب میکند. باید ما و شما همیشه در نعمتهای خدا شاکر باشیم و خدای یگانه را همیشه شناسیم و عبادت و فرمان برداری کنیم. انشاءالله این خانه قبر خانه عروسی میشود و سفر ما سفر عروسی، و انشاءالله خدا از ما و شما راضی میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.